چیزی به عنوان کمبود وقت وجود ندارد. دیوید گاگینز تنها فرد آمریکایی آفریقایی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکاست که رتبه پنجم در ماراتون 135 مایل بدواتر را نیز کسب کرده است. با توجه به سختی‌هایی که دیوید در زندگی پشت سر گذاشته، بسیاری از افراد دلیل موفقیت او را در زندگی جویا می‌شوند. گاگینز بر این باور است که هیچ راه حل سریع و نسخه میانبری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. متاسفانه هر چقدر که تکنولوژی و خدمات رفاهی بشر با پیشرفت و سرعت بهتری همراه می شود، به همان اندازه بر روی صبر و تحمل انسان هم تأثیر منفی می گذارد. ما امروزه افرادی را می بینیم که برای موفقیت و پیشرفت به دنبال راه حل‌های سریع و فوری هستند، در حالی که به عقیده دیوید گاگینز موفقیت در سایه تلاش و کار سخت حاصل می شود. وقتی بر روی هدفی متمرکز می شوید، باید تمام توان و انرژیتان را برای آن به کار بگیرید. خیلی در جواب به این توصیه دیوید، نبود وقت کافی را دلیلی برای متمرکز نبودن بر روی کار عنوان می‌کنند. آنها بر این باور هستند که پرداختن به اموری مانند مدیریت خانه و وقت گذراندن با فرزندان یا یک سری کارهای جانبی دیگر وقتی برای تمرکز روی اهدافشان نمی‌گذارد. در جواب به این دسته از افراد، دیوید نبود وقت را تنها یک بهانه تصور می‌کند تا آنها را از تلاش برای موفقیت باز دارد. به عقیده او، سرخیزی تنها راه کاربردی و تاثیرگذاری است که همه افراد باید از آن بهره گیرند. دیوید هر روز ساعت 4 صبح از خواب بیدار می شود و برنامه صبحگاهی خود را با دویدن آغاز می کند. او هر روز حدوداً 9 تا 16 کیلومتر می دود و ساعت 5 به خانه باز می گردد. سپس بعد از گرفتن دوش و صرف صبحانه عازم محل کارش می شود. البته او مسیر خانه تا محل کار خود را هم با دوچرخه طی می کند. با وجود اینکه او هر روز از ساعت 9 تا 5 عصر را در محل کار سپری می کند، اما این برنامه همیشگی هرگز مانع انجام تمرینات ورزشی او نشده است. بنابراین در کنار مشغولیات دنیای امروزی، تنها راهی که کمکتان می‌کند به اهدافتان برسید سرخیزی است. البته این نکته را هم فراموش نکنید که سرخیزی نیاز به پشتکار فراوان دارد و باید جزو عادات همیشگی هر یک از ما قرار گیرد. داشتن برنامه منظم روزانه و پایبند ماندن به آن می‌تواند کمبود وقت را در بسیاری از اوقات جبران کرده و حتی برایتان وقت اضافی هم ایجاد کند. با واقعیت در صلح باش، اما هرگز به آن راضی نشو. در زندگی راه‌های بیشماری برای شناختن پتانسیل واقعی خودتان وجود دارد. راه‌هایی که اغلب دردناک، رنج‌آور و پوشیده با موانع زیاد هستند. در این میان، عده کمی راه سخت‌تر را انتخاب می‌کنند و در مقابل با انکار کردن در نقطه امن خود باقی می‌مانند. در آفریقای جنوبی افرادی هستند که برای اتحاد و یکی شدن با هستی 30 ساعت به صورت مداوم می‌رقصند. در تبت نیز زائرانی وجود دارند که هفته‌ها و ماه‌ها در مسیری طولانی مشقت می‌کشند تا خود را به معبد برسانند. همچنین فرقه‌ای در ژاپن وجود دارد که با پیمودن 1000 مایل در 1000 روز خود را متحمل رنج و دردی توصیف ناپذیر می‌کنند. چنین کارهایی باعث می شود که انسان بفهمد توانایی‌هایش فراتر از چیزی هستند که تصور می کند. همچنان که درد می کشید، الماس وجودی شما صیقل پیدا می کند و توانایی‌هایتان همچون شکوفه بسته یک گل باز می شود. به عقیده دیوید گاگینز، دردها روزنه‌ای را در انسان باز می کند که در خوشی و رفاه کامل هرگز نمی توان به چنین رشدی رسید. ذهن شکاک، بدبین و محافظه‌گر ما انسان‌ها همواره ما را از رسیدن به چیزهایی که توانایی‌اش را داریم منع می‌کند. اما با انکار کردن و چسبیدن به زندگی تکراری هم دردی درمان نمی‌شود، چرا که ذهن منفی بافمان دست از سرمان بر نمی‌دارد. در این حالت خود را مدام سرزنش می‌کنیم که چرا آنطور که باید از فرصت‌ها و قابلیت‌های وجودی‌مان استفاده نکرده‌ایم. دردی که در این مواقع تجربه می‌کنیم حتی از درد شکست خوردن در انجام یک کار هم سخت‌تر است. اگر ما بتوانیم با صدای شکاک و فریبنده ذهنمان مقابله کنیم، آن وقت دیگر هیچ چیز نمی‌تواند مانع حرکتمان شود. در این حالت ما خودمان هستیم و بس و هیچ چیزی نمی‌تواند جلودارمان باشد. پذیرفتن واقعیت‌های تلخ موجود در زندگیتان باعث می‌شود که با خودتان شفاف باشید. اگر رنجی را در گذشته تحمل کرده اید و یا در حال حاضر دچار کمبودهایی هستید، بهتر است در مرحله اول آن را بپذیرید. درست است که دنیا همیشه منصفانه رفتار نمی‌کند، اما این دلیلی برای تسلیم شدن شما نیست. پذیرش واقعیات موجود در زندگی به معنای تسلیم شدن و ماندن در وضعیت دشوار نیست، بلکه انگیزه‌ای برای بهتر کردن اوضاع است.
در زندگی دیوید نیز افراد زیادی وجود داشتند که از طرق مختلف او را آزار می‌دادند. به عقیده دیوید آن چیزی که در گذشته برایش اتفاق افتاد انگیزه‌ای شد که او خود را در برابر سخت‌ترین شرایط آبدیده کند. آنچه دیوید گاگینز را که امروز می‌شناسیم شکل داد همان دردها و مصیبت‌هایی بود که زمانی آرامشش را از آن ربوده بود. بنابراین وجود مشکلات و ظلم‌هایی که در زندگیمان تجربه می‌کنیم می‌تواند همانند یک اهرم فشار عمل کند و ما را به سمت آینده‌ای بهتر سوق دهد. مهم این است که اجازه ندهیم بار مصائب زندگی استقامت و توانایی‌های بالقوه ما را تحت تاثیر قرار دهد. اغلب انسان‌ها از تغییرات بزرگ می‌ترسند. هر شخصی با توجه به طبیعت وجودیش رنج‌ها و دردهایی را در زندگی تجربه می‌کند که مختص خودش است. همه ما آرزوهای سرکوب شده، از دست دادن و تأخیرها را بارها و بارها در زندگی تجربه کردیم. طبق گفته بودا، زندگی رنج کشیدن است. و این بدان معناست که هرگز نمیتوان روند رنج و درد را برای همیشه متوقف کرد. رنج و سختی بخشی از طبیعت انسانی ما بر روی این سیاره است و نمیتوان با آن مبارزه کرد. با وجود این، انسان همواره از رنج دوری میکند و حاضر به تحمل آن نیست. در خوشبینانه ترین حالت، اگر بخوایم تغییری هم در زندگی خود ایجاد کنیم، آنقدر کوچک و سطحی اقدام می‌کنیم که مبادا اندک رنجی نصیبمان شود. تغییرات بزرگ آنقدر برایمان دردآور و دور از ذهن است که قابلیت‌های خود را تا ابد نادیده می‌گیریم. این راهی است که اکثر انسان‌ها انتخاب کردند و خود را همانند مردگانی متحرک در یک نقطه ثابت نگاه داشتند. در مقابل، برای بسیاری از افراد هم محدودیت‌ها همانند غل و زنجیری است بر پر پروازشان. این دسته از افراد به دنبال راهی هستند که خود را با چالش‌های بیشتری روبرو کنند و بتوانند فراتر از تصوراتشان بیاندیشند. زمانی که دیوید تصمیم گرفت در عرض 3 ماه وزن زیادی کم کند، دوستانش او را احمق فرض کردند. از نظر آنها این تصمیم در عین حال که دیوانگی بود، غیر ممکن هم بود. دیوید با شنیدن جملات منفی اطرافیانش کمی در تصمیم گیری دچار تردید شد، اما چیزی که او را منصرف کرد فقط حرف بقیه نبود. در واقع این ذهن دیوید بود که توانایی او را به چالش کشید و در او ترس و هراس ایجاد کرد. همه ما بارها تصمیماتی گرفته ایم که توسط اطرافیانمان مورد تمسخر قرار گرفته است. دنیا پر از انسان‌های حسود و تنگ نظری است که متاسفانه گاه جزو دوستان و خویشاوندان نزدیک ما هستند. آنها به همان اندازه که از شکست ما دچار وحشت می‌شوند، از موفقیت ما نیز می‌هراسند. وقتی از نقطه امن خود خارج می‌شویم، آنها بیشتر از هر زمان دیگری فضای تاریک زندانی که در آن هستند را حس می‌کنند. نور رهایی شما به تاریکی زندان آنها شدت بیشتری می‌دهد و به همین دلیل موفقیت شما آنها را بیمار می‌کند. با این وجود، اگر آن افراد هنوز اندک جسارتی در وجودشان باقی مانده باشد، رهایی شما باعث آزاد شدن آنها نیز خواهد شد. بنابراین جسارت و شهامت شما با تغییرات بزرگ میتواند بر روی اطرافیانتان هم تأثیر چشمگیری داشته باشد. این همان معجزه‌ای است که با خارج شدن از حریم امنتان اتفاق میافتد. بعد از هر موفقیت توقف نکنید. وقتی بعد از مدت‌ها تلاش و استقامت در برابر موانع به هدفتان میرسید، لذت آن پیروزی تا مدت‌ها لحظه‌های زندگیتان را شیرین می‌کند. در نهایت، اگر دستاورد شما به صورت یک مدال یا تابلو تقدیر روی دیوار اتاق نصب شود، یاد و خاطره این پیروزی مثل یک ارثیه خانوادگی نسل به نسل حفظ خواهد شد. بر اساس باور دیوید گاگینز، پیروزی‌ها چه کوچک باشند چه بزرگ و خارق‌العاده، نباید نقطه پایان تلاش ما قرار گیرند. چرا که رسیدن به نقطه مشخص نشانه توقف ما نیست، زیرا برای حفظ آن جایگاه لازم است که همواره در حال رشد بیشتر باشیم. موفقیت مثل روغنی است که اگر آن را مدت زیادی روی مایتابه قرار دهید، خیلی زود می‌سوزد. شاید این ملموس‌ترین مثالی باشد که می‌توان برای توصیف این وضعیت مطرح کرد. اهمیت ندارد که جایگاه فعلی شما چقدر احترام، تقدیر و تحسین را معطوف شما کرده، بلکه آنچه که مهم است حفظ این جایگاه است. و جایگاه شما توسط افراد کارآزموده‌تر و متخصص‌تر اشغال خواهد شد. شاید برایتان کمی تلخ باشد، اما اگر در بین افراد معمولی و متوسط توانستید همچنان بدرخشید و در رأس بمانید، کار شاقی انجام ندادید. درست مانند این است که شما تنها ماهی بزرگ داخل یک تنگ کوچک هستید. اما اگر در میان کسانی قرار بگیرید که همانند شما به فکر رشد و پیشرفت خود هستند، آن وقت کارها سخت‌تر خواهد شد. در این شرایط شبیه گرگی خواهید بود که برای بقا در میان دیگر گرگ‌ها دو راه بیشتر ندارد. یا باید قدرت و شهامت خود را به بوته آزمایش بگذارد و یا همچون دیگر گرگ‌ها سرسپرده اوامر رئیس گروه شود.
زندگی پیکار جنگ نیست و ما هم گرگ نیستیم، اما برای اینکه بتوانیم از قابلیت‌های خود بیش از تصورمان استفاده کنیم، بعد از هر دستاورد نباید متوقف شویم. در مسیر پیشرفت خودتان را با کسی غیر از خودتان مقایسه نکنید. رسیدن به چیزی که ورای تصوراتتان است، می‌تواند بهترین الگو برای دنبال کردن اهدافتان باشد. بنابراین آخرین دستاوردهای خود را حفظ کرده و خود را برای ثبت رکوردی جدید آماده کنید. اگر اهداف مثبتی برای خود یادداشت کرده اید، در کنار آن جنبه‌های منفی و نقاط ضعفی را که باید اصلاح شوند هم به آن فهرست اضافه کنید. دیدن موانع کار می‌تواند آستانه تحمل شما را در هنگام رویارویی با مشکلات بالا برده و انعطاف پذیریتان را افزایش دهد. بنابراین پیروزی‌های کوچک را جشن بگیرید، اما برای قدم بعدی از همین الان اقدام کنید. نقطه‌ای را که برای هدف خود در نظر گرفته اید، قدری بیشتر از تصوراتتان پیش بینی کنید تا مجبور شوید بیشتر تلاش کنید. در این حال از یاد نبرید دردها و شکست‌هایی که در طول مسیر تجربه می‌کنید، استقامت و توان شما را بالا خواهد برد. در پیست دوچرخه سواری زندگی مقصدی وجود ندارد. هر چقدر بزرگتر بیاندیشید، مسیر به اندازه تصوراتتان وسعت بیشتری می‌گیرد و در نهایت به جایی ختم می‌شود که شما خواسته اید. سخن پایانی. کودکی دیوید گاگینز همواره در رنج و خشونت سپری شد. رفتار خشونتبار پدر او تا سالها در ذهن دیوید باقی ماند و بهای سنگینی برای دیوید داشت. هیچ کدام از ما قبل از تولد شانس این را نداریم که والدین یا مکان تولد خود را انتخاب کنیم. دیوید هم همانند میلیاردها انسان دیگر بدون هیچ انتخابی وارد خانواده‌ای شد که قرار بود نقش سرپرستی او را بر عهده گیرند. با این تفاوت که پدر دیوید یکی از بدترین پدرهایی بود که هر کودکی میتوانست در زندگی داشته باشد. او پدرش را شیطان مینامید، اما هرگز برای فرار از شرایط تلخ و ظلم پدر کاری نمیتوانست انجام دهد. شرایط بد روحی و جسمی دیوید او را در چشم معلم‌ها تبدیل به پسر بچه کودنی کرده بود که میبایست به مدارس استثنایی فرستاده شود. هرچند که راهکار دیوید برای فرار از مدرسه استثنایی چندان اخلاقی نبود، اما این اتفاق بیانگر حقیقت آشکاری در وجود دیوید بود. در ذهن او هنوز جایی برای مبارزه و تسلیم نشدن وجود داشت. او بار دیگر زمانی که از فرط چاقی تبدیل به یک بالون متحرک شده بود، انگیزه و تلاشش را در بوته آزمایش قرار داد. تجربیاتی که دیوید در دوره آموزش نیروی دریایی کسب کرد، ذهن او را از مرزهای محدودی که برای خود ساخته بود فراتر برد. از آن زمان او خود را با چالش‌های جدید و بزرگتری به رقابت کشاند تا به همه ثابت کند که استعداد چیزی جز تلاش و عرق ریختن فراوان برای آنچه که می‌خواهید نیست. او شاید تنها بچه کودن اما نابغه کلاس بود که فراتر از مرزهای ذهنی‌اش خیال پردازی کرد و با نیروی ایمان و کار سخت به آن رسید. ممنونم که تا پایان این قسمت همراهی کردید. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. لطفاً سابسکرایب و لایک کنید و برای بهبود هرچه بهتر برنامه‌ها نظر ارزشمندتون رو کامنت کنید.